مقصد یک کس در زندگی وقتی دوست میگیری، دوستی به خاطر الله باشه. در این بین یگان کس وجود نداره، فقط ذات پاک. ما اون نفره که دوست قرار دادم. سخن پدر و مادر گرفتن این فرض است. کوشش کنیم همه وقت این فرض باید ما یا که فرزندا را مثلا کردن، لیکن دوست وقتی انتخاب کردی، مثلا من دوست الله ذات پاک، باید یگان کس بایندرون نباشه. باید ما را اگر به خاطر الله اگر تو دوست قبول کردی، باید تو را نه یگان مال دنیایی، نه یگان پول دنیایی، نه یگان مثلا رفتار او دوست، رفتار دوست ببینی، باید گپ زنیش که برادر و برادر جان اینه چیزا در علاهیدگی به عزت نفسش باید نرسید در مثلا جای جمعیتی. مثلا گپ زنی باید شما را یگان چی جدا کردن نتوانه. لیکن متاسفانه در این مثال زمان حاضره من همین چیزا ندیدم. مثال قبول کردم لیکن متاسفانه دیدم که مثال ثمری خوب نداشت. به هم خاطر میگم که دوست فقط ذات پاک هستم. برادر من همه مثال میگم دوستم این جونی پس دوست نیست، فقط برادر شده میتونه. برادری نانی، برادری جانی، برادری زبانی، برادری مثلا همکاری دیگر. من دیگر دوست ندارم، فقط یک دوست دارم، اونم باشه ذات پاک است.